بسم الله الرحمن الرحیم. در هفته گذشته درس ما و شما درباره تاریخچه جنگ فکری بود که این جنگ فکری از کدام تاریخ شروع شد و تا کجا رسید. ما و شما یکی دو مرحله داره. یکی جنگ فکری است که به حساب کلاسیک است که ما و شما مرحله کلاسیک جنگ فکری که در رأس از اونها اول ابلیس بود. ابلیس شروع کرد جنگ فکری را با آدم و حوا علیهم السلام و رهبر دومش پولس یا شاول ترتوسی بود که ما مفصلا دربارش در هفته گذشته بحث کردیم. سومین کسی که جنگ فکری را شروع کرده بود عتبه ابن ربیعه بود که همراه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم جنگ فکری را شروع کرد و گفت که پیغمبر اگر تو میخوایی که این دعوتت به خاطر پیسه است، ما از کل قبایل باید پیسه جمع میکنیم و اگر به خاطر ازدواج میخوایی از هر قبیله برات یک دختر نوبالغ زیبا را برات همسر اختیار میکنیم و اگر میخوایی که قدرت داشته باشی. همین سه چیز است همیشه در جنگ فکری. همین سه سلا باز ما شما میخوانیم بسیار استفاده میشه. دیگه اگر میخوایی که مثلا چوکی میخوایی برات بهترین چوکی را میتیم. عتبه ابن ربیعه که پیش رسول الله آمد این را ما شما در هفته گذشته خواندیم. منتها من فقط نامه‌شان مراجعه میکنم. چهارمی رهبر جنگ فکری در عصر رسول الله صلی الله علیه و در مدینه منوره عبدالله ابن ابی ابن سلول بود که ابن سلول رئیس منافقا بود. با همراه یهودیا باز آمدن تهمت‌های بسیار خطرناک را تا سر ام المؤمنین کردن و به این شکل میخواستن که اسلام ضربه بزنن. بعد از ابی ابن سلول باز در جمله رهبرای جنگ فکری مسیلمه کذاب بود که بعد از رحلت رسول الله صلی الله علیه و بازی جنگ فکری را شروع کرد، ادعای نبوت کرد و میخواست از داخل، چون در جنگ فکری همیشه میخواین که از داخل دین خراب بسازن. از داخل بعضی از مردمای میگن که دین غلط تفسیر میکنن. مثلا امروز هم باز ما و شما سرش میگیم که بسیاری از مفاهیم اسلامی حقیقی که است اینا را میخواین که چی کنن؟ از بین ببرن. دیگه از اون جمله مسیلمه کذاب بود که ما شما هفته گذشته خواندیم. رهبر ششمش ابن سبا یهودی بود. ابن سبا یهودی را خواندیم که او چه قسم آمد و برای علی رضی الله تعالی عنه ادعا کرد که انت هو، تو هستی، یعنی تو العیاذ بالله تو خالق هستی. این را ما شما خواندیم. رهبر هفتمی شمی رهبر مجوسیا بود که عبدالله ابن مقفع هست و بابک خرمی میگن اینی هستن. اینا جنگ فکری رهبر مجوسی ها چی بود که در اسلام داخل شدن لکن احادیث ساختگی را می آوردن، دروغ هر چیز حدیث جور میکنن که باش که دین از داخل چی کنن؟ خراب کنن. حالا اکثر هم اختلافات مسلمان ها سر چی است؟ اکثر هم تاثیرش مانده، تاثیرش حال هم هست. بسیاری کسایی که گمراه شدن علتش چی است؟ که اونا احادیث صحیحه را با حدیث ضعیف و موضوع تفکیک کردن نمیتونن. مثلا میره از پشت پل خشتی یک دانه چیزا میخره، کتاب میخره، و کتاب سند هم نداره، صحیح و ضعیف معلوم نیست، قصه های دروغی را جور میکنن و این در حقیقت اونمو قصه های دروغی و اونمو احادیث ساختگی هست که این را مجوسی ها جور کردن و از این طریق خواستن که مسلمان ها از داخل در بین خود تکه شوند. همین که بسیاری مردم ها علم ندارن و تحقیق نمیکنن و در مسند علم میشینن و میگن ما عالم هستیم و ما پیر هستیم و ما بزرگ هستیم و اسلام درست مطالعه نکردن، درست از قرآن عظیم الشان و احادیث صحیحه درست درک نمیکنن. هر روایت که آمد میخیزه صاحب امور خوانده میره اینه برادر اینی چی هسته و اکثر احادیث است. چرا مردم قبر پرستی میکنن؟ ما در باب عقیده میخوایم در درسای عقیده که مثلا میگه که وقتی براتون کدام مشکل پیدا شد، این مجوسی ها جور کردن کدام مشکل که پیدا شد شما بر کی برین؟ فعلیکم به اهل القبور. بازی چی میگه؟ قال رسول الله صلی الله علیه و آله اعوذ بالله. باز میگه کی گفته؟ رسول الله صلی الله علیه و گفته که وقت مشکل پیدا شد برین در قبر، از صاحب قبر مشکلتان حل بکنین. این آدم جاهل قبر پرست میشه. این جنگ فکری میگه که اکثریت مردم قبر پرست ساختن. نصف جهان اسلام به قبر پرستی و به پرستش قبرها
و اگر باز که از جا بگید نه سبی حدیث ضعیف است، یه حدیث مجوسی ها جور کردن، یه خلاص کردن. اوه فکرتان باشه که ما و شما از پدر که آن قبر پرست هستیم. این مردمایی که باز قبر پرستی را بد میگن یا وهابیستن. صحیح نه؟ جنگ فکری. خب دیگه بعد از اینا مرحله جدیدی که جنگ فکری شروع میشه. مرحله جدیدی که جنگ فکری شروع میشه، این مرحله بسیار چی هستن؟ خطرناک است که این رهبرایی که قبلا ما ذکر کردم یا رهبرای کلاسیک هستن. رهبرای جدید جنگ فکری اینا از چه وقت شروع شد؟ اونا کدام مردم ها بودن؟ اینجا جنگ فکری از زمان جنگ فکری مرحله جدید شروع میشه که غربی ها میخواین که صف مسلمان ها را از بین ببره و شروع میکنن به جنگ مسلح تحت بیرق صلیب. صلیبی قسم یک علامه داره، جمع واره در بیرقایشان علامت صلیب بود. یا میان و جنگای صلیبی را شروع میکنن. وقتی که اینا جنگ استعمار را شروع میکنن، دیگه اینی مراحل جنگ فکری معاصر شروع میشه. از چه وقت شروع میشه؟ اول مرحلهش از چی شروع میشه؟ از این شروع میشه که اینا چی میکنن؟ جنگ های صلیبی را آغاز میکنن. جنگ های صلیبی را شروع میکنن و این جنگ های صلیبی که است تقریبا 200 سال یا بیشتر از او دوام میکنن. این جنگ های صلیبی که 200 سال یا بیشتر از او دوام میکنن و اینا میان تحت شعار صلیب و حتی قدس شریفه اینا چی میکنن؟ اشغال میکنن. متوجه هستین؟ اشغال میکنن. و جنگ‌های صلیبی بسیار طویل است، قصه‌اش شما میشه که باز مطالعه بکنین یا کدام وقت فرصت بود انسان درباره از درس بگیره. موضوع است. خب خلاصه ای که با مسلمان ها صلیبی ها میان، مثل که مثلا همین بیرقای می امریکا و اروپا و یا بسیاری کشورها سعی کنین در کلش بیرقای صلیبی هست. تا جورج بوش وقتی که آمد در افغانستان گفت یا طرف ما باشین یا طرف اسامه بن لادن باشین. جهان به دو بخش تقسیم کرد که یا کسی که کت ما هست کت ما باشه، زیر بیرق صلیب باشه، یا مقابل ما اسامه بن لادن است. و گفت که جنگ‌های صلیبی شروع شده. جنگ‌های صلیبی شروع شده و وقتی که اولی گپ زد باز پسان مردم بهشان گفت که مسلمان‌ها کلشان میخیدن، شما چرا تو بیعقلی میکنی؟ دیگه باز پسان پس گپ خدا چی کرد؟ جمع کرد. و به هر صورت جنگ صلیبی اصلی جنگ صلیبی که شروع شد، این دیگه از طرف غرب، از فرانسه و از دیگه کشورهایی که همراه از اینا بودن از اروپا، لشکر صلیبی ها آمدن و بالاخره تانستن که قدس شریفه اشغال بکنن و چندین سال قدس شریف در دست از اینا بود و بسیاری مناطق. خب بالاخره مسلمان ها جهاد خود ادامه دادن، ولی همیشه جهاد شکلی را داره که یک نسل است که نسل ضعیفی که اونا بالاخره تسلیم میشن و یا که خارجی ها دست خود یکی میکنن. یک نسل بیدین هستن، این یک نسل، یک جنریشن میگن که این غلام ها و مزدور ها هستن. نسل دومی که برآمد، نسل در این وقتا مجاهدین بودن کم کم. در نسل دومی که شد باز مجاهدین قوی‌تر شده رفتن. بالاخره به مناطق مختلف جهاد بسیار سرسخت به ضد صلیبی ها آغاز شد. این نسل دومی هم تو یک دل و نادل هستن. متوجه هستین؟ یک دل و نادل هستن. مثل این نسل ما و شما واره. ما و شما چیز کردن نمیتونیم. چرا خودم اینجا دلم در پیش یارم. یک روز در اینجا هستیم، یک روز در اونجا هستیم. هیچ سر ما معلوم نیست. از ما و شما هم چیز جور نمیشه. نسل سومی که باز آمد، این در تاریخ هست. همیشه تاریخ هم تو میگن، عرب ها میگن التاریخ یعید نفسه. تاریخ دوباره تکرار میشه و در انگلیسی میگه the story is return. همین تاریخ کسی چی میشه؟ دوباره بر میگرده. و ما و شما یک مطلق داریم که مطلق ما و شما تو آمیانه است، میگه در اون جایی که او رفته باز میده. همین تاریخ دوباره تکرار میشه. این ما و شما تو یک مطلقی قسمی ساختیم.
خب خلاصه اینمی جنگای صلیبی که شروع شد، یک نسل مزدور و غلام و وطن فروش بودن فهمیدین که وا فروختن. نسل دومی که آمدن یا دیدن که والا صاحب چطور است، این نسل دومی به ضد صلیبی ها بودن، به ضد جنایتش بودن، لکن یا هم دو دله دیگه تو، یعنی مثل ما و شما که هستیم، نه یک روز دموکرات هستیم، یک روز خلقیستیم و یک روز پرچمی هستیم. یک کسی مثلا نماز میخونه، باز آقایش خلقیست نمیمانش نماز بخونه، بازی بچهش میگه خود چطور کنم، بازیگر این تو گدواد هستن. نه اون وقت هم میقسم باز نسل سومی هم تو نسل سوچه قوی مسلمان به بار آمد که اون نسل صلاح الدین ایوبی بود. با صلاح الدین ایوبی بود، باز امراه ازی اما تو جوانای با ایمان بسیار قوی. اینا اول کاری که کردن چی کار کردن؟ اول کاری که کردن مسلمان ها را متحد ساختن و این حکومت های که در سزا یگان پادشاه های بسیار تو گدود و گاهی کت صلیبی ها صلح میکرد و گاهی کت زوم میامد و کت از میشن، اول یار از بین بردن. صلاح الدین ایوبی بزرگترین کارشی بود که امی جهان اسلام کلش چی ساخت؟ متحد ساخت. حکومت فاطمیون در مصر از بین برد. حکومت هایی که در سوریه بود و در عراق بود، اینجا بود، بعض حکومت های خرد که یا پدرایشان پادشاه بود، بچه‌هاش که تمام روز عیاشی و ترا میکردن، خسر از یام غلبه حاصل کرد و مردم، چون مردم مسلمان و جوانا بودن، امرایش میخیستن و صاحب دروازه قلعه خود مثلا دروازه را کلان باز میکردن، برش میگفتن بیا دیگه. اینجا از اول نورالدین زنگی بود و باز نورالدین زنگی با سلطان صلاح الدین ایوبی آمد و باز اینا تانستن که چی کنن، یا تانستن که بالاخره صلیبی ها را شکست بدن و آخری شکست که بر از اینا بسیار بر صلیبی ها بسیار شکست چیز کردن، اینا را بسیار یک ضربه خطرناک زدن و باز بالاخره یا تار و مار شدن و صلیبی ها در مقابل لشکر صلاح الدین ایوبی اینا شکست خوردن. خب خلاصه ای که بالاخره از پیش از اینا قدس شریف دوباره آزاد کرد صلاح الدین ایوبی رحمه الله تعالی. باز وقتی که سلطان صلاح الدین ایوبی چی کرد، از پیش از اینا را آزاد کرد، در بعضی مناطق دیگه هم بعضی صلیبی ها هنوز مانده بودن. بالاخره خب خلاصه ما و شما سر اصل نمیتونم سر جنگای صلیبی زیاد بحث بکنیم، یک مقدمه شه به خاطر از اینکه اصل مطلب برسیم. خلاصه این شد که در یکی از جنگ هایی که مسلمان ها تانستن که لوئیس نهم پادشاه فرانسه است، ای آمده بود خودش شاید دیگه بیرق داده است که از فرانسه آمده پادشاه فرانسه، ها ای دیگه صاحب آمده و با بسیار چیز و طرا ای که آمد صاحب در کجا آمد، ای آمده در شرق دیگه که جنگ پیش میبره. مجاهدین جوانای مسلمان که همراه صلاح الدین ایوبی دیگه جوانای که همراه دیگه مسلمان ها بودن، مسلمان ها چی کردن؟ بالاخره صاحب این مردکر امی پادشاه فرانسه را زنده گرفتن. ایره که زنده گرفتن، ایره بردن در یک منطقه در مصر به نام عموریه هست. در منطقه عموری مصر ایره در یک بندیخانه انداختن. بندیخانه او وقتی که تو بندیخانه تو لکس نبود، خب مقصد مچم گوخانه بود، گوسفندخانه بود، چی بود؟ خایم پادشاه را بردن خب ذلیل ساخت، نوش جانشان والا، اگه اونا جنت برن برشان میارزه. خب ما شما اگه بریم کدام گوشه که جنت اگه جای بده و رحمت الله هست، اونو مردم ها دیگه باز حق دارن که در فردوس اعلی باشن. خصایب گرفتن این پادشاه فرانسه را بردن در منطقه عموریه، در بین اونمو گوسفندخانه اینا صاحب بندی کردن. بشینه میجه دگارا زور دیدی ای که سعی کرد که صاحب قصر چی میگه فوخ عادت داشت که هر جا که میرفت یک تخت داشت و هم کتش میرفت در جنگ هم یک چیزک داشت، یک خیمه لکسه که اونجا بود و باز بر شاه و خوردنی ها و نوشیدن ها پیش ریش بود و از اونجا صاحب چی میکرد، صاحبی خیمه مایمه زیر چپه کردن. یکی چپه شد خدا دیده صاحب هم گرفتن از مخن شاه سن آوردن شد بین گوسفندخانه و گوخانه ایره صاحب دمینجا در پشور غجل میگن، در غجل ایره گذار کردن. یکی اینجا شیش این مردکه اینمی لوئیس نهم پادشاه فرانسه برای مسلمان ها گفت که حالا مرخ بندی کردین، خیلی یک لطف بکنین برای من مقدار بیکار هستم، یکان قلم و کاغذ بتین. با گفت مشکل نیست، رفتن برش قلم و کاغذ آوردن، کاغذ گرفت صاحب شروع کرد بنوشته کردن. دیگه میال دیگه در خانه بیکار مانده، صحیح که اونجا بیکار مانده. بالاخره یک خط نوشته کرد بر ملت اروپا، بر صلیبی ها، بر از اینا گفت که
شما مسلمان ها را تا زمانی که چی هستن؟ مسلمان ها را شما شکست داده نمیتونید. باش که میره میگه لویس نهم نوشته میکنه. چی میگه؟ سعی خطش همین قسم کتابا در تاریخ آمده. این چیز نقل کرده ما از یک کتابی که انور الجندی ای میگه که لقد تبين لا بعد هذه الجولة الطويلة أن هزيمة المسلمين عن طريق الحرب مسألة مستحيلة لأنهم يملكون منهجا محكما يقوم على الجهاد في سبيل الله. دیگه خلاصه گپ از این است که لویس نهم بر از این مردم نصیحت میکنه که او مردم در بین مسلمان ها دو اصل است. در مسلمان واقعی دو اصل داره. اینی دو اصل که است تا وقتی که در بین از اینا باشه ما و شما مسلحانه سر از اینا پیروز نمیشیم. او دو اصل چی هست؟ یکی جهاد است و یکی شهادت است. تا زمانی که مسلمان در قلبش محبت جهاد باشه و تا زمانی که در قلب مسلمان محبت شهادت باشه که خود مسلمان در جنگ می و قبل از جنگ دعا میکنه که یا الله برای من شهادت نصیب بکن. از این خاطر وقتی که مسلمان ها می رفتن کتی کافرها گپ می زدن باز برشان می گفتن که شما می فهمین ما اونم قدر مرگ خوش داریم به مو اندازه که شما زندگی را خوش داریم. باز ما می گفتن این خطر از زیاد ای است. ما زندگی را زیاد خوش داریم اینا شهادت از زیاد خوش داریم. دیگه او برش میگه که ما در مقابل این مردمایی که جهاد خوش دارن و شهادت خوش دارن هرگز در مقابل از یا کامیاب نمیشیم. بناهن شما کار دیگه بکنید. برشان نصیحت میکنه که شما لویس نهم برشان نصیحت میکنه که ما هیچگاه از راه اعمال زور و لشکرکشی بالای مسلمانان پیروز شده نمیتوانیم، زیرا آنان با دین خود سخت محبت دارند، لذا چاره آن است که ارتباطشان را با دین کمرنگ سازیم. جنگ فکری گفت شروع کنیم. اگر مثلا ما میریم در یک منطقه لشکرکشی میکنیم، برشان گفت که وقتی شما لشکرکشی میکنین 1 میلیارد برای جنگ نظامی تخصیص میتین، 2 میلیارد برای جنگ فکری تخصیص بدین. 2 میلیارد جنگ فکری تخصیص بدین. مؤسسات جور کنین، مثلا همین چیزاست نه، همین الان بسیاری کسایی از بنام چیزهای اجتماعی میگن، چی میگن؟ خب مقصد چندی چیزها را پیشنهاد میگن. جامعه مدنی جور کنین، دیگه صاحب تلویزیون ها را جور کنین، دیگه مؤسسات تنصیری را جور کنین، کشیش ها را روان کنین، شک در اسلام پرتین. خب یارو باز ما و شما میخوانیم. خب خلاصه برش میگه که شما اگر 1 میلیارد برای جنگ مسلح تخصیص میتین، متوجه هستین؟ 2 میلیارد دیگر برای چی تخصیص بدین؟ جنگ فکری. جنگ فکری است که از قلب از این مسلمان چی کنین؟ از قلب از این مسلمان باید امی محبت جهاد چی کنین؟ محبت جهاد دور بکنین. از این خاطر یکی از رهبرای دیگه جنگ فکری که است او مستر گلادستون است. مستر گلادستون کی است؟ مستر گلادستون ای هم صدراعظم انگلیس است. بعد از اینکه لویس نهم این نصیحت‌ها را نوشته میکنه و بر از اینا میگذره که با اساس تجربه‌ای که من داشتم دیگه شما باید جنگ فکری را شروع بکنین. باز یک کس دیگه است، این تصویرش پیش من هست، اینی هست به نام ویلیام گلادستون. این صدراعظم انگلستان است. ویلیام گلادستون صدراعظم انگلستان ای چی میکنه؟ ای هم از جمله کسایی است از رهبرای جنگ فکری در عصر حاضر است. بعد از لویس نهم. بعد از لویس نهم گپایش همین باشه که ما خو آمدم حمله کردم، لشکر کت خدا آوردم با بلکها عسکر آوردن ولی ما نتونستیم سر از جا کامیاب شیم. سیست گرفتیم، سیست ما گرفتیم 100 سال یا 200 سال، لکن 200 سال بعد ما که فکر کردیم که حال دیگه کامیاب میشیم، 200 سال بعد ما را بردن در بندی کردن و دستگیر کردن.
و یا نسلشان روز براز. پس شما کوشش کنین که نسل از یاره خراب کنین. جنگ فکری است که باید این نسل جدید که این نسل خراب کن. از این خاطر زیاد فشار سر چی است؟ مثلا بسیار حالا سیل کنی، بعضی اوقات شما سعی کنین حتی استادای شرایط، یک نفر استاد شرایط است، یک نفر جوان ببینید که بسیار دیندار است، وقتی که بر از $5,000 $6,000 معاش پیشنهاد میشه، اونم رو سعی کنید میخیزه در رادیو در تلویزیون میشینه و اسلام چه قسم معرفی میکنه، باز توسط از چی میکنه، اما اسلام برش بسیار مثلا ریش یک مسئله چیز عادی هست، ریش یک کار شخصی از دل کسمان دل کس نمون. مفتی ها جور میکنن، مولویایی هست، مثلا مولویایی که با همراه تفنگچه و با همراه سلاح میگردن، مسلح هستن، بادیگارد ها دارن. در زمان کمونستا مثلا وزارت شون اسلامی را از ریاست اول شون اسلامی که بود یک مدیریت بود در شهروالی کابل به نام مدیریت اوقاف. پسانی را صاحب کمونستا گفتن که ریاست بسازن، ریاست اوقاف بسازن. پسان گفت نه ریاست کفایت نمیکنه، ایره چی جور کنین؟ وزارت شون اسلامی و اوقاف جور کنین. و در ساعتهای درسی یک مضمون آورده بودن به نام جامعه شناسی. جامعه شناسی چی است؟ در جامعه شناسی یک نفر میاد قسمی انت کپک شیشته بود باز میگفت زو پاها جنت که چه اشرار زی نتم. دو جنت که اشرار مجاهدین و اشرار میگفتن، حال تروریست میگن اصطلاحات دیگه هم تو تغییر میکنن. دیگه وقت همین مجاهدین چی میگفتن؟ اشرار میگفتن. آقا جنت که اشرار زی نتم. بازی شروع میکرد، نامش پادشاه میر بود. خب باز وقت ما نبودم همین چیز یاد گرفته بودیم، زرگری رو باز میفتیم پازاد شازام مزیر. خب اینه که میفتیم پازاد شازام مزیر باز میگم داد سوای تاسو دلم بخبر. خب خلاصه همین یک ساعتی مردکه میامد، همین یک ساعت اینمی افکار کفری را تشریح میکرد. کفری در مکتبا یا جنگ فکری است. خب سر روز باز میشه شما در آینده بحث بکنیم. خب خلاصه ای که بعد از اینکه امی لوئیس نهم پادشاه فرانسه این چیزا نوشته کرد، مردم اروپا فهمیدن که در بین مسلمانان و مستر گلادستون این صدراعظم انگلستان یک روز خیست در مقابل کل مردم که لشکرش هم است و وزارت دفاع هم است و کابینه هم است، خیست قرآن عظیم شان خسبیده به دست خود گرفت بالا کرد قرآن، گفت او مردم اروپا، او مردم انگلیس، تا زمانی که این قرآن در نزد مسلمان است ما سر از اونا کامیاب شده نمیتونیم. یک اسکر سه وزم آخر خیست و آمد قرآن شریف از دست ازی گرفت پاره کرد و انداخت. ای گلادستون برش گفت ای احمق لوده، من مقصدم این نبود که تو قرآن شریف به شکل فیزیکی، یعنی خود قرآن که در مصحف است اینو بگی پاره کن. منظور من نیست این قرآن شما چاپ کنین در انگلستان، برای مردم توزیع کنین، خانه ها را پر از قرآن کنین، لکن یاره محبتشان با قرآن از بین ببرین، ترجمه قرآن از بین ببرین، فهم قرآن از بین ببرین، درس قرآن از بین ببرین. قرآن شریف چه قسم باشه؟ او تو قرآن بسازین که اون قرار در سر دروازه میخ کده باشه. اگه فکرتان باشه در می اطراف سر دروازه خود یک دانه رفق جور میکنن، باز سر رفق قرآن شریف ماندگی است. باز خواندن هم که میکنن میگن من قربان سر دروازه میشم، صدایت بشنوم استاده میشم، صدایت بشنوم از دور نزدیک مثال خرمن گل تازه میشم یا غنچه گل تازه میشم. چرا میگم من قربان سر دروازه میشم؟ چرا مردم قرآن شریف به اساس برنامه گلادستون در کجا ماندن؟ در سر دروازه نصب کردن که خانهشان بری بگی کدام قرآن شریف دارن، استادت یک قرآن شریف لاکس از بابا کلان ما مانده، قلمی است، خط طلاست. خب تو بیار باز میکنی صاحب که یک پشت که دیگه پشت که دیگه پشت که صاحب شام پاریس که شام لندن که گاش بخمل که پچسکنو که فلانی چیزی که تکه های هست صاحب ایره چی کردن؟ یا ایره صاحب پشت کرده رفتن و در سر از یک بلست خاک شیشتن. این برنامه کی بود؟ برنامه انگلیس. و ما شما ایره تطبیق کنیم. گلادستون گفت من نمیگم قرآن شریف شما چیز کنیم، قرآن شریف حتی در انگلستان چاپ کنین، لوکس چاپ کنین،
در هر جای اجازه بدین قرآن چاپ شود، لکن درس قرآن از بین ببرین، محبت قرآن از بین ببرین، عقیده قرآن از بین ببرین که مردم شعر بخوانن، شعر بخوانن اما قرآن نخوانن. بسیاری جایی هست اگر نمیشه عقیده قرآن نفهمه، اگر میاد یک مجلس همینجا بگیری و صدا کنی که استاد دایی درباره فلانی شخصیت گپ میزنه، یک تا مثنوی خانه بخوای اینجا بشن 1000 نفر حاضر میشن. اما اگر بگی که برادر بیاین که عقیده قرآن بخوانیم، بیاین که ترجمه قرآن بخوانیم، بیاین که تفسیر قرآن بفهمیم، بیاین که عقیده خود از قرآن عظیم الشان بگیریم، بیاین در آیات قرآن تدبر و تفکر بکنیم، دیگه کس حاضر نمیشه. نه تنها حاضر هم نمیشه بلکه سر کسایی که درس تفسیر و ترجمه قرآن میخوانن یک نام دیگه هم سرش میگن. روز که درس از یا نری. یک خط یک روز خواندم، یک کسی نوشته کردن وهابی‌ها چند علامت دارن که بشناسید. نوشته کرده فیصله اهل سنت و جماعت افغانستان. گفتم تو باش که چی نوشته کردن؟ او مردم فکرتان باشه که به گپ‌های وهابی‌ها بازی نخورین. علامات وهابی‌ها را بشناسید. چیست علامات وهابی‌ها؟ در هر جایی که رفتی که دیدی که تفسیر قرآن است بفهم که وهابی هستند. یکی از علامات وهابی چی است که هر جای درس ترجمه قرآن شروع میکنه. دوم علامه وهابی است که زیاد در گپ‌های خود آیت میارن. سوم علامت وهابی چی است که حدیث میخوانن، بخاری میخوانن، مسلم میخوانن، مشکات المصابیح میخوانن. چهارمی علامت وهابی است که نماز خوبش میخوانن، خوب اما تا آستا قرار استاد سینما تو. اینال گلادستون برای شاگردای خود این نصیحتش بود که شما چی کنین؟ قرآن خوب فکرتانه بگین، قرآن عظیم الشان شما قرآن چاپ کنین، خانه‌های مردم از قرآنها پر شود، لکن وقت برای قرآن برشان ندین که بخوانن. درس قرآن، حلقات قرآن از بین ببرین. حکومت‌هایی را جور کنین که اونا مخالف چی باشن؟ فهم قرآن باشن. ملاهایی را پیدا کنین که اونا چی باشه؟ مردم در چی مصرف کنن؟ در قصه. آورونو یا وینزه و به یو تخت کی بیدسته و یک کنیز بود، باز کی خوکت، باز پاش آمدی که قمچین زد، باز براش اینه یادگه بازه. مردم فکرتان سکن، مردم از معنای قرآن در مظهرش مشغول بسازید. ظاهر قرآن است، خوب لوکس چاپش میکنین بکنین، پوشای زیاد برش بتین. اما از قرآن مثل که رسول الله هم گفته باشه که در آخر زمان از قرآن نمیمونه مگر رسمش، یعنی همین نوشته قرآن میمونه اما در قلب مردم چند فیصد عقیده از قرآن است نمیفهمه. و اصطلاحاتی که قرآن بیان میکنه این صاحب جهاد است، شهادت است، آزادی هست، ایمان است، تقوا هست، یا را از مکاتب مدارس از بین کتابایشان بکشه. در کتابا چی باشه؟ فقط در دنیا چی رو بیارین؟ پاکی محیط زیست. خطیب هم که صاحب شد امروز خطبه ما درباره محیط زیست است، امروز خطبه ما درباره حقوق زن است، امروز خطبه ما درباره حقوق لنگاست، امروز خطبه ما درباره حقوق اشتکاست، امروز خطبه ما چیست؟ اما خطیبی نیست که بخیزه بر مردم بگه که امروز خطبه ما درباره شناخت خالق کائنات، صفات الله را برش بیان بکنه، ذات الله را برش بیان بکنه، افعال الله را برش بیان بکنه، مفاهیم حقیقی قرآنی را بیان بکنه. این حال مستر گلادستون با جنگ فکری همین برنامه را گذاشت و گفت که شما فقط کار بکنید. بالاخره 6 تا کمیته های تشکیل شد که چه قسم بتانیم که محبت قرآن از قلب مسلمان ها دور کنیم، محبت حقیقی، محبت دروغی را پیدا کنیم، محبت حقیقی پیغمبر را دور کنیم. محبت حقیقی پیغمبر چی است؟ که یک کسی رسول الله صلی الله علیه و دوست داره، از خواب که میخیزه تا که در خواب میره سنت های پیغمبر صلی الله علیه و همه روزه سر خود تطبیق میکنه. این از بین ببر.
خیچی رو ایجاد کن. این یگانه یک مجلس بگی به نام پیغمبر صلی الله علیه و سلم. امروز روز چی است؟ امروز یک مجلس داریم برای پیغمبر. چی گپ از مجلس پیغمبر؟ این یک دو سیر انگور کشمشی بیارین، یک دو سیر انگور حسینی بیارین، فقط یک چند تا دیگ بار کو، نان بخو، صدر پبتی و 16 تا نواسایت هم کتید بیار نان بتی. چی گپ است؟ این است ما به خاطر پیغمبر مجلس گرفته بودیم. اینا رو به این شکل وقت برشان نته. بالاخره باز ما شما میخوانیم که باز امین نظریه گلادستون و نظریات لوئیس نهم باز چه قسم شکل تطبیقی را گرفتن. بازی مؤسسات ساختن، مؤسسات استشراقی ساختن، که استشراق چی است؟ مؤسسات تنصیری ساختن. متوجه هستین؟ مؤسسات تنصیری ساختن. دیگه شبکه‌های ژورنالیستیک ساختن که رادیوها و تلویزیون‌ها در باید برنامه‌های مشخص باید چی شود که کل ازی در مجموع حرکت استشراق، حرکت تنصیر، این گروه‌هایی که مثلا به نام سکولاریسم و کمونیسم یا پارک در بین مسلمان‌ها و نشنالیسم یا پارشگان یا کل از یک باز آدم یکی بخونه، کل از برنامه‌اش فقط کلش هدفش یک چیز است. هدف کلش یک چیز است که چه قسم از قلب مسلمان احکام الله دور شود. فقط یک هدف. چه قسم قرآن از قلب کشیده شود. او گفت که قرآن چیر نکن. قرآن باشه، لکن این قرآن در قلب جای نداشته باشه. جای قرآن در کجا باشه؟ در طاق باشه. جای قرآن در کجا باشه؟ در الماری باشه. زینت خانه ها باشه. خوب همون یک لیرک مقبول، یک چیزی در یک جای بلند برش مانده شده باشه. این چی است؟ این قرآن است. قرآن برای چی باشه؟ که اگر وقت مسافر میشه از سر کلش از زیر قرآن تیر شود. آرز دیگه صاحب قولا لچ، سرام لچ. این دیگه باز دیگه دوادی آستاب رو باز سر کلی از چی رو بگیرن؟ یک دانه قرآن شریف باز یک دانه سبدک جور کردن، در بین سبد بازی قرآن شریف ماندگی است در سر آرز. آرز خیلی چیزش به قرآن برابر نیست. اینی برنامه‌ریزی کلش که و اینمی بود که وقتی اینا آمدن لوئیس نهم و مستر گلادستون و دیگه هم کسای دیگه هستن، اینا باز در مجموع رهبریت جنگ فکری را در عصر حاضر گرفتن و اینمی هست که بالاخره مسلمان ها را تانستن و تا بسیار جای کامیاب شدن. امیر بسیار مردم ها هست مرتد میشه نمیفهمن. همین کتاب مولا نصرالدین، همین کتاب مولا نصرالدین هر کسی که نشته کرده مرتد است. انتشاراتی که چاپ میکنه مرتد میشه و کسی که قصه ها را میخوانه و بین مردم قصه میکنه هم مرتد میشه. چرا؟ علما که هستن یا چی هستن؟ شعائر الله هستن و کسی که شعائر الله را توهین میکنه. مولا علی قاری یک عالم است. مولا علی قاری کتاب فقه امام ابو حنیفه رحمت الله به نام فقه اکبر است. باز مولا علی قاری امی کتاب فقه اکبر شرح کردن. این ما در صنف 10 بود یا 11 بود در مدرسه میخواندیم به نام شرح مولا علی قاری. اینو میخواندیم. در اونجا میگفت که اگر 3 نفر لباس علما را بپوشن و بیاین رشخندی بکنن، هر 3 کافر میشه. لباس میپوشن، یکی دیگه خودت بالش بزنه رشخندی که در داخل مسجد، گفته که دونوی کافر میشه. چرا؟ توهین است به چی؟ به عالم و لباس عالم. ما کتاب مولا نصرالدین بخرین صاحب، دو سعی کنین نخرین، سعی کنین که صاحب خوب ملا، خوب ریش داره، خوب لنگی داره، در پالوش خر استاد کردن و فکایا کلش 90% فکایای مردم افغانستان از چی است؟ یک وقت در لیلی یک محصل پیش آمد، گفت یک انگلیس آمده و میگه که ما کتاب نوشته میکنیم درباره فکاهیای مردم افغانستان درباره مولا نصرالدین. این فکایا را جمع میکنن که از یک کتاب کلان نوشته کنه، بازی را چاپ کنه و به مردم برسه. باز جوانا پیشش تو بگو یک چند تا فکایی درباره مولا نصرالدین یاده، تو چند تا یاده، تو چند تا، و انگلیس اینو نوشته کرده میره. و این کلش به خاطر چی است که وقتی که عالم توهین شد، بی ارزش شد، قرآن بی ارزش شد، قرآن فقط در یک طاق ماندگی است و احادیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم کسر همین بسیاری کس است درس حدیث صحیح بخاری بر شروع شو و اشتراک نمیکنه، در درس‌ها کس اشتراک نمیکنه. به این شکل باز همین تاریخچه جنگ فکری تا امروز دوام داره و این امروز هم ما شما در درس‌های بعدی باز بخیر میخوانیم که اونا چقدر به خاطر تطبیق برنامه‌های پلان‌هایی که لوئیس نهم پادشاه فرانسه گفته و گلادستون گفته و دیگرای از اینا وقتی که گفتن، بازی ما شما
یک یک میخونیم. یعنی از چیزهای جنگ فکری. و السلام علیکم و رحمت